سلام. امروز پارت اول آموزش هندسند رو من میخوام ضبط کنم و یه آموزش کلی در مورد هندسند داشته باشیم و تو قسمت بعدی من حالا جزئیات و دیتیلش رو براتون ضبط میکنم. برای زدن هندسند مهمترین قسمت کف دست شما و انگشتاتونه، چون کل بدنتون سوار این قسمته. در مورد عرض کف دست بخوایم بگیم، کف دستتون باید از عرض شونه یه مقدار بازتر باشه. البته این موضوع بستگی به پوزیشن بدنی هر شخص داره که چه حالتی راحت تره و خیلی از هندسندرهای حرفه‌ای کلاً از عرض شونه دستاشون رو کمتر میذارن. وقتی که بالانس میخواید بزنید، شما انگشتاتون رو باید تا جایی که میتونید از هم دیگه باز کنید که سطح مقطعتون نسبت به زمین زیاد بشه. انگشت شما حکم بسزایی دارن توی حفظ تعادلتون. هر بندتون باید به شما کمک کنه واسه حفظ تعادل. بازی باید بکنید با بنداتون. انگشتا و قسمت پاشنه دستتون برای حفظ تعادلتون خیلی مهمه. بین این پاشنه و انگشت شما قشنگ باید بازی کنید برای حفظ تعادل. موقعی که شما بالانس میزنید، کف دستتون رو تا جایی که میتونید باید فشار بدید به زمین که بتونید خودتون رو بکشید بالا و قدتون رو بلند کنید. خب اولین نکته این بود که دستا رو فشار میدیم به زمین. دومین نکته قسمت مفصل آرنج شماست. وقتی بالانس میزنیم، آرنج ما میچرخه رو به داخل و یه زاویه 45 درجه داریم و لاکه اصلا نباید خم کنید. قفل میکنیم آرنجو. بعد از آرنج میرسیم به قسمت سرشونه. سرشونه باید عمود روی کف دست شما باشه، مرکز بدنتون میشه. نباید روی پاشنه باشه، نباید روی انگشتا باشه. گفتم که بازی بین پاشنه دست و انگشتامونه و مرکز بدنمون میشه کف دستمون. پس شونه میاد روی کف دست، یعنی حالت نرمال بالانسمون این شکلیه. ما میتونیم بالانس رو روی انگشتا به تعادل برسونیم، روی پاشنه میتونیم به تعادل برسونیم که حالا میره تو حالت هالو بک یا وقتی که سر داخله. انواع اقسام داریم بالانس دیگه، ولی حالت نرمالش اینه که سرشونتون روی کف دستتون عمود باشه. شما میخواید بالانس بزنید، یه جور حالت ساختمون سازیه. مفصلاتون یکی یکی باید روی همدیگه سوار بشه. اوکی. بعد از دستا ما میرسیم به کورمون، به قسمت میان تنه بدنمون، عضلات شکم، پهلو و پشتمون. پس ما سوار کف دستمون شدیم تا اینجا. انگشتا باز، فشار دست، آرنجا لاک، قفل و سرشونه عمود روی کف دستمون. قسمت بعدی که میخواد سوار کف دستمون بشه کورمونه. مفاصل میان روی هم دیگه و بعدی کور، میان تنه ما. من یه آنتراک دادم به خودم. بریم قسمت بعدی. خب قسمت کور و میان تنه بودیم. برای میان تنه اکثر افراد موقعی که میخوان بالانس بزنن فقط هدفشون اینه که پاشون بیاد بالا سرشون و بالانس زده باشن، که این درست نیست. شما وقتی که میخواید بالانس بزنید، گفتم چی؟ مفاصل یکی یکی سوار هم میشه. الان قسمت کور بود. یه حالت بالانسی که اغلب افراد مبتدی انجام میدن حالت بنانا هستش، یعنی حالت موز میگیرن به خودشون و با قوس کمر بالانس رو انجام میدن. چون حالتیه که آسونه این کار رو انجام میدن، یعنی برای شروع آسونه در واقع، ولی حالتیه که شما بعد یه مدت خب خسته میشی، چون مفاصل رو هم نیست، خسته میشی و آسیبزا هستش. آسیبزا چجوری بگم؟ شما وقتی توی این حالت قوسی و کل فشار میفته روی عضلای پشتتون، اینا فشرده میشن روی هم دیگه، خب دچار گرفتگی میشی، گره خوردگی توی عضلای پشتتون. یه نکته‌ای که من باید بهش اشاره کنم و خیلی مهم هستش، قسمت کشش توی سرشونه ها و عضلای پشت، اسکاپیولا، کتفتون هستش.
شما توی بالانس اینقدر باید کشش داشته باشید که وقتی بالانس رو انجام میدین سرشونتون برخورد میکنه با گوشتون و حالتی هستش که شاید نتونید صدای بیرون رو بشنوید. کششتون باید کاملا به این حالت رو به بالا باشه و باعث میشه قدتون تو بالانس بلند میشه، کشیده میشید سمت سقف. کشش بالا. اوکی؟ وقتی که شما تو این حالت باشید دیگه احتمال آسیب تو عضلات پشتتون اون گرفتگی ها نیستش، چون همه وزنتون سوار عضله کتف اسکاپولا میشه و دیگه روی استخوان سرشونتون نیست، این فشار میفته روی عضله. کشش میدیم، گرد میکنیم عضلای پشتمون رو به اصطلاح. میتونید این تمرین رو مثلا توی حالت کو کت و کو که انجام میدن، ببخشید حالت کتش گربه، اینو تمرین کنید که کشش اسکاپولا رو متوجه بشید. اوکی؟ برگردیم به اون حالت موز و بنانایی که گفتم. اکثر ورزشکارهای کراسفیت هم اگه توجه کرده باشید تو حالت موز هستن. حالا اشکالی نداره تو این حالت من نمیگم مشکل تکنیکیه، چون تو این حالت راحت انجام میدن حرکتشونو، ولی در واقع تو هندستندی که ما داریم ژیمناست ها و کلا هندستندرها یوگی ها باید بدنتون صاف استریت باشه، همه مفاصلتون باید روی همدیگه سوار باشه. وقتی شما میخواین بالانس انجام بدین باید به کمک کور لگن رو برسونید سوار کف دستتون کنید، یعنی شما لگن رو به کمک فشار شکمتون باید بیارید سوار دستتون کنید و بعد اون یکی پا جوین میشه. حالا برای درست کردن حالت بنانا و موز یه سری تمرین‌ها هستش که اونا رو من تو ویدیوهای بعدی براتون ضبط میکنم و کامل توضیح میدم براتون. برای قسمت پاها رسیدیم، الان لگن اومد کامل سوار کف دستمون شد، حالا میرسیم به پاها. اصلا نیازی نیستش که شما بالانس رو بلافاصله که انجام میدی پا رو جفت کنی. البته هر کسی باز بنابر تکنیک و تمرینی که داره بالانس انجام میده، ولی مهم اون آرامش است که شما توی بالانس داشته باشید که بتونید به تعادل برسید. میتونی بیای زود جفت کنی پاتو بمونی تو بالانس و یا میتونی پاتو باز کنی اول و آروم پاها رو به همدیگه نزدیک کنی. این توضیحات کلی هندستان و بالانسمون بود که کدوم مفصل کجا قرار میگیره، عضلات به چه صورته، کشش داره و من توی ویدیوهای بعدی حتما براتون توضیح ریز در مورد هر قسمت از بدن میذارم.